سلام برابکس، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه اول من یه توضیح بهتون بدم راجع به این چیزی که روی صورت منه. من چشم ویروس جدید که اومده گرفته، نمیتونم صورتمو نشون بدم چون خیلی واسه صورتم داغونه. به خاطر همین اینو درست کردم و انداختمش روی صورتم. همونطوری که از تامنیل و تایتل این ویدیو فهمیدید، امروز چالش داریم که ارزون ترین پیتزای اسنپ فود رو سفارش بدیم و تستش کنیم ببینیم چیه. بریم ببینیم. خب بچه ما توی تصویر همونطور که میبینیم ارزون ترین هاتلنده که ما میایم اونجا بعد ارزون ترین رو سفارش بدیم. یه دونه پیتزای مخصوص آمریکایی، امیدوارم نمیرم بعد خوردنی. البته چند بار دیگه فکر میکنم که سفارشش داده باشم. بذارید یه چیز دیگه هم من باید سفارش بدم. فقط چی سفارش بدم؟ 2000 تومن کم دارم. 2000 تومن به نظر شما چی سفارش بدم؟ کوچیک. اوکی، بریم پرداخت کنیم و بیایم. بچه ها من همین الان یه لحظه دستم خب اومدم بیرون یویدم فسفود هشتگ جدیده. اومدم میذاره پایین یویدم پیتزا 105,000 تومن مخصوص آمریکایی. آقا یه مجبورم دیگه، امیدوارم زنده بمونم فقط. خب برابکس همین الان زنگ در رو زدن. حدود 35 دقیقه طول کشید تا سفارشو بیارم. فکر کنم نسبتا خوبه. من میرم پایین سفارشو تحویل بگیرم و بیایم بالا. خب برابکس همونطور که می‌بینی تحویلش گرفتم. گوش که خیلی خوبه، میگه چیز خوبیه ولی نمیشه گوش بسنده کرد. بریم بالا ببینیم خودش چیه. خیلی خب برابکس بریم بازش کنیم. یه چسب اینجاش زدن. اول چسب رو باز میکنیم و بعدم خداوکیلی نسبت به پولی که ما دادیم بابتش اونم 105,000 تومن عالیه. بذارید من داخلش رو بهتون نشون بدم. موادش هم به نسبت خوبه دیگه. یه تیکه شاید به نظر من خوبه دیگه. بریم مزهش هم تست کنیم. فعلا قیافه فقط جواب نیست. خب برابکس من از این تیکه کوچیک بدون سس شروع میکنم. خدای خوشمزه است. یه کوچولو سس هم روش بزنم. من سس قرمز فقط میخورم. با سس عالی تر شد. نوشابه هم که سفارش داده بودم و برام همونجوری که میخواستم آوردن. خلاصه خیلی عالی بود. بچه من برای این چیزی که عجیبه روش دونهای زیتون هستش. دونه که از زیتون روش داریم. زیتون خیلی عالیه به نظر من. نسبت به قیمتش خیلی عالیه. حتما لایک کنید، ساب کنید. اگه پیتزای ارزان‌تری سراغ دارید تو شهری که تو داخل زندگی میکنید حتما به ما بگید. داخل کامنت ها با من در ارتباط باشین. من همه کامنت ها رو میخونم و به همشون جواب میدم. بابت ویدیوهای بعدی هم بهم ایده بدید. ممنون. خدا نگهدار.